روز به روز نسبت به اهدافی که با هم ترسیم کردیم همه تیم ما و شما با هم میرسیم و به دست میاریم و این کوکچه تنها از یک آدرس صفات اجتماعی نه که حالا آهسته آهسته مرحله به مرحله قدم‌های بزرگتر را خواهد گذاشت. امور رقمی که از نخستین روزی که تقریبا 1.5 ماه پیش آغاز کردیم گفتیم قدم‌های کوچک، گام‌های کوچک ولی با دورنمای بزرگ. دورنما مشخص است، بزرگ است و انشالله به این مسیر حرکت میکنیم و من خوشحال هستم از اینکه در این مسیر با ما هستی و همکار هستی. انشالله شانه به شانه با هم پیش میریم. جای افتخار است. در اخیر بگو ساعت چند است استرالیا؟ ساعت چند بجه است؟ فکر کنم در افغانستان ساعت 4:30 بجه است. 4:30 عصر. ساعت 10:38 شب است. بسیار تفاوت داریم. خیلی موفق باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند دانا و توانا. سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که صحتمند و سر حال، دور از گزند روزگار و در هر کجای دنیا که هستین در کنار فامیلایتان خوش و خندان باشید. امروز با یک برنامه کاملا متفاوت در خدمت شما خوبان هستیم و امروز هم ویژه برنامه میتونیم بگوییم و هم یک برنامه خاص، چرا که هر دویش خاص و ویژه است و ما قسمی که از نام برنامه معلوم و هویدا است که ما ویژه برنامه داریم. شخصا و شخصیت های ویژه هم در برنامه با خود داریم که بیشتر همراهشان میشونیم، صحبت میکنیم و از مژده های تلویزیون کوکچه هم با شما در لابلای برنامه خواهیم گفت. خب ما بیشتر از این نمیخوایم پرحرفی بکنم. او دو شخصی که امروز در برنامه با ما خواهد بودن به شما معرفی میکنم که او دو شخص کی است. خب شخص اولش که شاید یگان عکسایش را در کوکچه دیده باشین در صفحات اجتماعی کوکچه، چی در فیسبوک چی در یوتیوب و یا هم در یگان جای دیگه که شما شاید دیده باشین. و یک کس دیگه که چند روز پیش عکسش منتشر شد در صفحه فیسبوک تلویزیون کوکچه که یک همکار خیلی خوب ما در افغانستان نیست، البته خارج از افغانستان است، که بر ما و برای همه شما بیننده های عزیز گزارش ها و برنامه خیلی جدید و خیلی آپدیت را تولید خواهد میکنم. خب با اولین شخصی که میخوایم صحبت بکنیم و برنامه را همراهشون آغاز بکنیم استاد دانش فهیم هست. استاد دانش فهیم مؤسس تلویزیون کوکچه و یکی از شخصیت های توانا است که همیشه وقت با دنیای رسانه و با اشخاص رسانه‌ای خیلی ارتباط داشته و در ارتباط هست و در پهلوی از اینکه با همراه استاد دانش برنامه را آغاز میکنیم، هادی کسی است که از استرالیا همراهش صحبت میکنیم و همکار جدید ما در استرالیا هست. ما هم درباره زیاد معلومات نداریم و درباره کارهایش که چی کارهایی میکنه در استرالیا و از دریچه کوکچه چی چیزا را تقدیم شما خوبان میکنه و درباره یگان مسائل شخصی زندگیش بیشتر صحبت می داشته باشیم. خب قسمی که برای شما گفتم برنامه را آغاز میکنیم با استاد دانش فهیم و ما خواهش میکنم از اینکه بینو در پهلوی ما تو با هم یک جا صحبت بکنیم. سلام جناب استاد دانش، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ زنده باشین، بخیر باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه. چی حال دارین؟ یک سلام تقدیم میکنم خدمت همه عزیزا و علاقمندایی که واقعا در 1.5 ماهی که ما قرار به این شد که کارهای رسانه‌ای خود آغاز بکنیم از دریچه آنلاین، البته یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام مسائل و واقعا بسیار خوب مردم مورد علاقمندیش قرار گرفت و بسیار استقبال خوب کردند و استقبال خوب بود که وقتی ما صفر شروع کردیم در 1.5 ماه کم و بیش تانستیم 4000 امو کسایی که علاقمند است که آمدن چی کردن امو یگان مورد چه خودت میگی؟ بله سابسکرایب کردن و یکی مورد بود و مورد دیگه ای که تقریبا بیش از 1 میلیون بیننده داشتیم دیگه 1.5 ماه و ما شاید روی از این موارد برنامه‌های دیگه هم خواد گرفتیم و بگیریم و بسیار موضوع خوب است. من در خدمت شما هستم و بسیار خوشحال هستم که از این دریچه همراه شما هم طلب شده. تشکر، سلامت باشید استاد دانش. خب در حدود 1 میلیون گفت اما نزدیک به 2 میلیون شده استاد دانش بیننده‌های ما. بله بسیار خوب. ما با آخرین آماری که دیدم 1 میلیون همکارای ما هستن چک میکنن و ما یگان احوالش را میتن. خب استاد دانش، خوب است که ما خود دمی تو راحت خاصی صحبت بکنیم. بله راحت هستم و البته مهمان ویژه ما را دیگه قسمی که از طریق صفحات هم ما به نشر رساندیم و صحبت کردیم و مصطفی جان هم یادآوری کرد. هادی جان، هادی یک از همکارای ماست، کسایی است که
در عرصه رسانه حالا در خود استرالیا تجربه دارن، کار کردن و دیدن و برنامه خوبی را در اوجا به پیش میبرن. ما خواستیم که امروز ما همکاری داشته باشه، با تیم کوکچه همکاری داشته باشه و بتانیم که تنوع هایی که در خود استرالیا وجود داره و حالا مثلا میشه به عنوان مثال مردم ما در اوجا زیاد زندگی میکنن. بله بله. افراد موفقی که در اوجا هستن زندگی چطور میگذره در اوجا، برنامه به این اساس تنظیمات میشه و انشالله آماده میشه و توسط از بر شما نشر میشه. البته اون مهمان ما آماده است. مهمان ما آماده است و صحبت ها رو امروزشون آغاز میکنیم انشالله. خب با شما میگم صحبت ها میکنیم اما فعلا نه در لابلای برنامه. درست است. یا بسیار خوب است. درست است. پس میریم به طرف مهمان ما. خب بیننده‌های عزیز، قسمی که به شما گفتم ما مهمان داریم از استرالیا، همکار جدید ما هادی. خب منتظر ما هستن و ما هم منتظرشان بودیم که بالاخره تنظیم شد همه چیزا و میریم به سراغ هادی جان عزیز. هادی عزیز بسیار زیاد خوش آمدید میگم خودت به جمع کوکچه، به تیم کوکچه. اوی رقمی که حالا ما در رابطه به تجارب خودت یا به برنامه خودت و زندگی خودت بیشتر آگاه شدیم و شناختیم. نام خدا فعالیت خیلی بیشتری در سیر رسانه‌ای داریم، کار کردی. بسیار خوشحال هستم که به جمع ما پیوستی و انشالله حالا مثلا هست مردمای در افغانستان که فعالیت رسانه‌ای میکنه، ولی من فکر میکنم یک چیزی کاملا جدید خواهد بود. چون همکاری بسیار خوبی از استرالیا، از افغانستان، حالا افغانای ما که در استرالیا زندگی میکنه و دیج زندگی میکنه، یک نوع هماهنگی بین یا تلاش میکنیم کوکچه یک پل جور بکنیم و یک پل رابطه میان فرهنگ‌های مردم استرالیا و تنوعاتی که در اجتماع استرالیا دیده میشه وجود داره و میرقم همچنان از افغانستان. ما بسیار زیاد خوشحال هستم که خودت به عنوان همکار از استرالیا با خود می داشته باشیم و میرقم مصطفی جان از افغانستان. ما ان شاء الله تلاش میکنم که سوژه‌های بسیار خوب در اختیار شما قرار بدم و بسیار به شکل خوب و عالیش برنامه پیش برم. جای افتخار است برای من که همکار باشم با شما عزیزان و قشنگ که میخوایم در ابتدا یک خوشامدید بگم برای تمام بیننده‌هایی که ما را میبینن و بسیار زیاد خوشحال هستم. یک جای افتخار است که همکار باشم با شما. این را باید بگویم که ما نه تنها پیش از آمدن در استرالیا بلکه قبل از آمدن در استرالیا هم مصروف رسانه بودیم. یک زمان با دوستان مثل شما هم کار بودیم و این جای خرسندی است بعد از اینکه در استرالیا هم آمدم. شاید در صفحات اجتماعی شما دیده باشیم که یک رادیوی محلی که در اینجا کار میکنن در واقع در اونجا همکار هستم همراهشان و برنامه‌های سیاسی را دنبال میکنم با دوستایی که چه در خارج از افغانستان هستن که در اینجا هستن. خلاصه برای آرایی در تانوس هم دنبال میکنم و همون گونه که خودت هم اضافه کردید یک افتخار است که همراه تلویزیون کوکچه همکار باشیم و کوشش میکنم که به وجه احسن برنامه‌ها و سوژه‌های متفاوتی را در اینجا پیدا بکنم و پیشکش بکنم برای هموطنان ما در داخل افغانستان. خب هادی جان عزیز، قسمی که خودت گفتی و قسمی که استاد دانش فهیم گفتن خیلی وقت میشه که همکاری داری با رسانه ها، اما یک سوالی که شاید در ذهن کسایی که همیاله ما و شما رو بیننده هستن خلق شده باشه که عادی چی مدت میشه که با رسانه های تصویری و صوتی و داخلی و خارجی همکاری داره؟ یعنی چی مدت زمانه میشه؟ بسیار یک سوال خوبی را شما مطرح کردید. چرا که من وقتی که در استرالیا آمدم بعد از او دنبال کردم رسانه‌های محلی را در اینجا و مخصوصا رسانه‌هایی که به زبان فارسی صحبت می‌کردن. بالاخره بعد از تلاش‌های بسیار زیاد محل و موقعیت رسانه‌ها را پیدا کردم و بعد از او در اونجا به یک نحوی رفتم و از اونا خواستم که میخوایم یک برنامه‌ای را به زبان فارسی پیش ببرم. وقتی که اونا متوجه شدن گفتن که برنامه فارسی نداریم، می‌خوایم برنامه فارسی را اضافه بکنیم و شما میتونید که به عنوان گرداننده پیش ببرید و البته موضوع برنامه ما در اینجا که فعلا هم پیش میبرم برنامه سیاسی است که یک نحوی وضعیت افغانستان را به یک نحوی موضوعات سیاسیش تحلیل و توضیح میکنم. خب به غیر از اون در داخل در رادیوی محلی هم کار بودیم دیگه.
فکر میکنم که به یک نحوی همکاری بکنیم با هموطنان ما، چی به صورت مستقیم چی به صورت غیر مستقیم میخوایم که همراهشان در ارتباط باشیم بیشتر و بیشتر. بسیار زیاد خوشحال هستم مادی جان از اینکه از تجارب تو از دنیای رسانه با ما شریک ساختی و صحبت کردی و بازم من خوش آمدید بگم خودت به تیم ما به جمع ما. این همکاریت انشالله همیشه متداوم و دوامدار باشه با ما و کار بکنیم با هم. عادی جان چی وعده میتی برای علاقه‌مندا و برای بینندا که اولین برنامه ها را قرار است روی چه موارد ثبت بکنی و استرالیا میخوای مثلا چه موارد را به مردم ما نشان بدی و همچنان برای جهانیان؟ دقیقاً ببینین من میخوایم یک مقدمه داشته باشم در مورد برنامه، چرا که استرالیا که است یک کشوری است که فرهنگ‌های مختلف دارد. اگر شما ببینید از هر کشور جهان، از آمریکای جنوبی، از آسیا، از آفریقا و از کشورهای آسیایی مثل افغانستان، پاکستان، ایران، بسیار فرهنگ‌های مختلف در اینجا وجود دارد. وقتی که من در داخل کالج متوجه شدم که فرهنگ‌ها زیاد است، بعدش پیش خود فکر کردم که چگونه میتونم یک پیوند دوستی بین تمام فرهنگ‌ها در اینجا وجود بیارم و به یک نحوی کوشش بکنم که این فرهنگ‌ها رو به تصویر بکشانم و یک سوژه بسازم برای مردم افغانستان که در کشور در افغانستان زندگی می‌کنند. بعد با این نتیجه رسیدم که به صورت آنلاین برنامه یک تغییر بسازم در عنوان فرهنگ استرالیا و بعد از اون همکار باشم همراه به یک نحوی هر دوتان میتونه که این فرهنگ‌ها رو به نمایش بگذارن و وعده ها نمیتونم که وعده ها بسیار بلند بدم، اما میخوایم که قبل از اینکه وعده بدم بیشتر عمل بکنیم که کارا بکنیم این کارا نکنیم، بیایم ببینیم که در صحنه عمل چه کارا میشه، چه خواهد شد دیگه. این تو موضوعات هست، ببینیم که در روزهای آینده چی میشه. اما به صورت قطعی گفتم میتونم که به زودترین وقت میتونیم که برنامه‌ها رو آغاز بکنیم در اینجا و پیشکش بکنیم برای دوستان در افغانستان. خب بسیار خوب، واقعا که قسمتی که خودت گفتی در میدان عمل نشان میدی دیگه انشالله و هموطنا و علاقمندایت هم منتظر از این هستن که عادی جان عزیز چی برنامه رو برای ما از استرالیا تقدیم میکنه. خب درباره خودت بگو عادی جان عزیز، درباره زندگی خودت با ما یگان قصه بگو، یگان چیزا بگو. منظورش بیشتری است که چند سال پیش به استرالیا رفتی و چه ویژگی‌هایی را در اونجا پیدا کردی که در اینجا نبود و چه چیزایی در اینجا است که در اونجا نیست؟ بله. والا واقعیتش این است که پشت آب و هوای افغانستان دق شدم، پشت دوستایم دق شدم، پشت همون فضای همزیستی، هم نودوستی که در اونجا وجود داره، پشت از اونا دق شدم. باور کنن که یک نقل قول بسیار مشهور است که میگه هیچ جای دنیا، البته در جامعه افغانی میگه هیچ جای دنیا خانه خود آدم نمیشه. واقعا که همین رقم است. شما هر چقدر که بیاین در این کشور زندگی بکنید، نه تنها در استرالیا، در اروپا، در آمریکا، در نمیفهم در کانادا، در هر نقطه از این کره خاکی که خارج از افغانستان زندگی بکنید، به یک نحوی افغانستان رو بس دوباره یاد میکنید، دوباره دوستانتان رو یاد میکنید. نمیشه که به یک نحوی نمیشه خود جدا از افغانستان بپندارن. بنابراین چیزی را که دیگه بله 100% گفتم میتونم که خیلی سهولت ها در اینجا هست، امکانات هست، امکانات تحصیلی هست، اما یک چیزی که در اینجا وجود نداره عاطفه هست، احساس هست. چرا که مردم کوشش میکنن، مردم به نحوی ماشین هستن اینجا. واقعا اینجا تو نمیتونی یک نفر پیدا بکنی که وقت اضافه داشته باشه همراه یک جایی بره تو همراهشان ارتباط برقرار بکنی. خیلی مردم مصروف و سرگرم کار خودشان است، نمیخواد که زیاد وقت کنه، نمیخواد که در داخل جامعه باشه. اگر همراهشان بخوای که صحبت بکنی بیشتر ترجیح میدن که در واقع دوری بکنن از بگوی بیشتر، چرا هیچ کس کلگی میخواد که مصروف کار خودشان باشه. امی واقعا برای کسایی که مثل ما، مثل شما، مثل کسایی که در جامعه بودن این بسیار دشوار تمام میشه. چرا که ما یک انسان‌هایی هستیم که در داخل اجتماع بزرگ شدیم، همراه اجتماع خوب گرفتیم. دیگه این بسیار برای ما سخت است که بیایم خود ما را انزوا بکنیم، در یک انزوا بکشانیم
و از جامعه دور باشیم. بنابراین به مو اندازه‌ای که نکته‌های مثبتش دارم به مو اندازه نکات منفی هم وجود داره که باید مورد نظر قرار گرفته شود. برای از اینکه ما اینو بخوایم حل بکنیم چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که نمونهش هم میدونه که برنامه‌ای را که شما میگین و برنامه‌ای را که قرار است ما ثبت بکنیم اینا میتونه که یک تحولی را ایجاد بکنه در جامعه، به یک نوعی تغییرات را ایجاد بکنه تا مردم از او انزوایی که در ذهن خودشان ساختن از او بیرون بیاین و دست رفاقت با فرهنگ‌های مختلف را پیش بکنن. و این چیزی است که ما پلان اصلی ما همی است که در آینده‌های نزدیک با مشارکت هم دیگر کار می‌کنیم. چیزی که عادی جان اشاره کرد کارش فکر کنم یکم سخت میشه. بله. چرا قسمی که گفت مردم بیشتر مصروف است و اینکه برنامه ثبت بکنه با مردم طبعا باید بسیار وقت بگیره و وقت بگذاره و باشن صحبت بکنه. عادی جان سختی‌های پیش رو برات مبارک میگم. شاید با بسیار چالش‌ها روبرو شوی. خب به هر صورتش قسمی که شناختی که از خودت داریم خصوصا در سیر رسانه‌ای کسی هستی که به اساس اینکه خدمت بکنی به مردم همیشه یک از اندیشه‌هایت بوده و باورهایت بوده. انشالله این مشکلات و چالش‌ها کدام گپ نیست و مو رقمی که اشاره کردیم ما می‌خوایم که یک فضای صمیمیت یک فضای دوستی را و صمیمیت ایجاد بکنیم و از این جهت این آدرس و این در و این دروازه به می خاطر است. حالا کوکچه امور رقمی که از نامش معلوم است امروز خودم زیاد صحبت کرده بودم عادی جان در انتخاب اسم یک دریایی است از بدخشان سرچشمه میگیره و آب از این حتی به گوشه گوشه از این کشورهایی که در همجواری افغانستان قرار داره میرسه و ما هم تلاش میکنیم صدای کوکچه بله دقیق باور فرمودم هم از همین گاهی وقتا ایره خدا شاهد است دانشیر خدا شاهد است بیننده ها میبینن باور کن گاهی وقتا وقتی که با خودم تنها میشینم فکر میکنم همیتا احساس میکنم که افغانستان باشه بدخشان باشه بامیان باشه پنجشیر باشه در دامن کوهش بخوابیم و همیتا احساس وابستگی در افغانستان نفس بکشی عمیق نفس بکشی دیگه واقعا آدم پشت همون کوها پشت آب و هوا پشت همون آبی که از کوههای پامیر سرچشمه میگیره میایه و بسیار یک فضای سبزی را در دامن خود ایجاد میکنه آدم پشت از همون رقم یک فضا دق شده باور کو پشت همون فضا دق شده که میایین روی چمن کوههای بابا میشینیم با هم دیگه شیر را در آخری گلاس مندازیم نان خشک وطنی ما مندازیم تمام شانانش جان بده آدم پشت همون رقم فضا دق شده واقعا اینا یک چیزایی است که آدم احساس میکنه و امی رقم میخوایم امی تیم ما و شما خودت مثلا عادی جان استرالیا مصطفی جان اینجا افغانستان حالا دوستایی که در بخش تکنیک با ما همکاری میکنن اینجا حضور دارن و همین ما و شما یک تیم متحد هستیم میخوایم صدای کوکچه و تصویر کوکچه را شبیه دریای کوکچه معروف بکنیم برسانیم به مردم و همه مردم بتوان از این مستفید شه و استفاده بکنن همین فعلا که حالا در شهری که ما در افغانستان هستیم مزار شریف یک بخش عظیمی از آب دریای کوکچه به دریای آمو سرازیر میشه و حالا قرار است که افغانستان یک بخش از استفاده بکنه و دیگه کشورها. خب بسیار زیاد خوشحال شدیم عادی جان و چه خوب است که ما حالا میشه به عنوان کسی که حالا این مسئولیت شما به ما سپردین که باید بیایم در رابطه با سوژه گذاری و برنامه و این موارد با شما همکاری داشته باشم. من فکر کردم عادی جان که یک برنامه اگر قرار باشه روی دست داشته باشیم به نام دیدار وطندار. حالا این در سطح یک مشوره است و دوستان میتونن که کامنت بگذارن بر ما و نظریات خود ارائه بکنن. دیدار وطندار عادی جان بره و با وطندارای ما که در اوجه است حالا از این شروع میکنیم بعد آینده ها میشه که مردم متفاوت هم با خود داشته باشیم. وطندارای ما که در اوجه است استرالیا یا چطور زندگی میکنن چه برنامه دارن زوجای موفق در اوجه هستن آدمای موفق در اوجه هستن حتی یک دختر خانم به نام قبلا فکر کنم یک مصاحبه مامورشان داشتین فاطمه پیمان حالا کسایی هست یا که بله از جوانایی است که در استرالیا درخشیدن و این رقم جوانای زیادی است مصاحبه‌ای باشه گفتگوهایی باشه از زندگی و امیر رقم از فرهنگ متنوعی که در خود استرالیا حالا میگن استرالیا کشوری است که متعلق به کسی نیست کشوری است که یعنی همه مردم از دنیا در اونجا جمع شده و یک کشور با هم ساختن و چه خوب است که تصویر کوکچه
و برنامه‌های کوکچه هم می رقم متنوع باشه، فرهنگ‌های متنوع را به تصویر بکشه، مردم‌های متنوع را به تصویر بکشه و ما بتونیم یک تصویر بسیار زیبا و قشنگ داشته باشیم. دقیق است دانش صاحب، دقیق است. چرا من فکر میکنم یکی از ویژگی‌های خوب مردم افغانستان در کل همی است که در برابر کوچکترین انسانیت، مهربانی، بزرگترین خوبی‌ها را تقدیم شما میکنند. این یکی از ویژگی‌هایی است که واقعا شما در هیچ جامعه‌ای پیدا نمی‌تونید. این یک ویژگی منحصر به فرد افغانای ماست. در کنار از او یک موضوعی که خودت اشاره کردید که مردمای افغانستان در اینجا چی کار میکنن، این ما بسیار به صورت خلاصه، به صورت بسیار فشرده موضوع برداشت شده که در 2 سال گذشته داشتیم. مردمای ما اگر شما در افغانستان متوجه شده باشین، یکی از موضوعات داغ روز، یکی از گفتگوهای روزمره در جامعه افغانستان در واقع سیاسی است. شما وقتی که از خانه میخواین که در داخل شهر برین، وقتی که در داخل تاکسی میشینین، تاکسی‌وان در واقع بسیار نظام‌های بین‌الملل به صورت واضح تحلیل و تجزیه میکنن. موضوع داغ سیاست است. چه کار میکنه فلانی نفری کارو میکنه. اما در استرالیا هزار کیلومتر فاصله است میان این دو نظریه. چرا که در اینجا مردم پیش از اینکه سیاست باشه به طرف سیاست رو بیاره، بیشتر به طرف اقتصاد است. گفتگوی روزانه بیشتر اقتصادی است. مردم فکر میکنن که چگونه چیزهای جدید را اختراع کنند، چگونه موضوعات داغ را از صورت پنهان به صورت نمایان بکشونه و از او بتونه که منبع درآمد خوبی را به وجود بیاره. و مخصوصا افغانای ما بسیار یک چیز مثبت است، یک موضوع بسیار مثبت و یک نکته بسیار کلیدی برای افغانای ما در استرالیا این است که افغانای ما تونسته بیشتر از استرالیایی ها درآمد داشته باشند. در بزنس، در هر موضوع اقتصادی اینا پیش است. چرا اینا فقط موضوع ما منتظر میمانیم که عادی جان همین چهره‌ها را ان شاءالله به تصویر بکشه. بله. و دوستان ببینن در افغانستان انگیزه بگیره و انرژی بگیره و از تجارب و استفاده بکنه و افغانستان یک سرزمین اقتصادی قوی بسازه. یک موضوعی که بسیار جالب است، من در طول 2 سال گذشته کوشش کردم که دوستای فراتر از افغانستان پیدا بکنم. دوستای زیادی دارم از آفریقای هست، از نایجریا هست. منتظر هستیم که وارم معرفی بکنی برای ما. منتظر هستیم که وارم با ما معرفی بکنی از زندگیشان، از حال احوالشان ما با خبر شیم. اینا تمامشون داخل پلان‌های برنامه‌های ما هست. اونا میتونن که برای ما بسیار کمک‌های بزرگی را بکنن. چرا که ما وقتی که فرهنگ‌های مختلف میگیم، شامل فرهنگ‌های آفریقایی میشه، شامل فرهنگ‌های آمریکایی میشه، شامل فرهنگ‌های اروپایی میشه، شامل فرهنگ‌های آسیایی میشه. ما می‌خوایم که یک نقطه مشترک میان تمام از این فرهنگ‌ها را پیدا بکنیم. بخوایم که موضوعات بسیار سوپر از داخل از اینا بیرون بکشونیم. این هدف اصلی ماست و ما انشاءالله با تیم کوکچه، با شما دوستا این چیزا متحقق خواهد شد. این یک چیزی است که غیر ممکن نه. با وجود شما، با سپورت شما دوستان، من مطمئن هستم که من میتونم از اینجا برنامه ثبت بکنم و در افغانستان به نمایش بگذارم در تلویزیون کوکچه و این بسیار یک جای افتخار است برای من. واقعا یک جای افتخار است که من میتونم امروز توانایی از این دارم که بیایم فرهنگ ها را به تصویر بکشانم. واقعا خیلی خوشبین هستم در این مورد. بله. خب عادی جان عزیز، واقعا قصای دلچسب میکنین که من فقط دلم میشه گوش بکنم و هیچ گپ نزنم. بازم من خوشحال هستم که خود را در کنار ما داریم و همه تو یکی ما در کنار دیگه استاد شدیم و ما شدیم و امیدوار هستم که به می رقم پیش بریم. عادی جان عزیز، من یک چند وقت پیش یک عکس را در صفحات شخصی خودت دیدم. من میشه که درباره از او برای من معلومات بدی؟ یک قسم مردما بودن یا کالای نارنجی داشتن نه؟ میشه درباره از اونا برای ما معلومات بدی؟ چه برنامه بود، چه گپ بود؟ چی برنامه بود، چه گپ بود دوجا؟ و انشالله که امروز از اونا حتما یک برنامه داشته باشی و که معلومات بدی درباره از اونا. بسیار یک موضوع بسیار جالب و یک سوژه بسیار جالب بود. اینو من یک دانه دوست دارم از نایجریا هست. مثل شما میفهمید که نایجریا که از بسیار یک شرایط بد اقتصادی و کشوری است که وضعیتش خراب است. باز امروز از من از خیلی چیزا رو یاد گرفتم. در این مدت 2 سال امروز از در ارتباط هستم
ما پیش از اینکه در اون برنامه که هست برنامه چی بود میخوایم یک مقدمه یک چیز داشته باشیم اگر وقت باشه میخوایم خیلی چیزایی را که از او آدم گرفتیم میخوایم که به تصویر بکشونم. نامش ابو هست، ابوبکر از نایجریا. باز در مدت 2 سال من از او یاد گرفتم که انسان مثل یک دولت کوچک است. وقتی که ما برای دولت ها استراتژی جور میکنیم که برای دولت ها پالیسی بسازیم، ما باید در اصل برای خود ما یک پالیسی بسازیم که این پالیسی شامل 3 لایه میشه. لایه اول هدف عالی و نهایی یک انسان است که انسان خودش را به هدف تعریف میکنه، میخواد که در آینده چی کاره شه، میخواد که چی کار بکنه. دوم، برای رسیدن به این هدف عالی و نهایی شما باید یک میشن داشته باشین، یک در واقع میشن برای در فارسی یادم رفت یک میشن یا عملکرد داشته باشین. این عملکرد مأموریت، دقیق مأموریت. شما باید برای رسیدن به اون هدف شما باید یک مأموریت داشته باشین که اون مأموریت میتونه تحصیل باشه، نمیفهم کار باشه، اقتصاد باشه و سومش برنامه هست که همراه این برنامه ها پیش بریم. من این موضوع را از همین شخصی که به تصویر کشانده بودم از همین یاد گرفتم و در روز پیس اینترنشنال دی آف پیس که روز جهانی صلح بود، او آدم یک شعری را به زبان انگلیسی خواند، یک شعری که حکایت از هم‌نوع دوستی میان انسان‌ها میکرد، چگونه که یک پیوند مشترک میان کشورهای مختلف به وجود بیارن. و ما از او یک ویدیویی را ثبت کردیم که او به زبان فارسی برای بیننده ها سلام داده بود و گفته بود که خودش معرفی کرده بود. ما با این شخص میخوایم که درباره روز جهانی صلح کار بکنیم و اون روز جهانی صلح بود که ما در اینجا اون را تشویق کرده بودیم و شما میفهمید که خود صلح نبود جنگ است و ما هر ساله یا روز مشخص برای تسجیل این روز داریم و در آینده هم این برنامه ها را تسجیل میکنیم و امیدوار هستم که او را بتونم در برنامه های بعدی. دقیقاً. تشکر عادی جان عزیز. چون وقت برنامه ما رو به ختم شدن هست، پیام خودت را می داشته باشیم که در اخیر چی پیام و چی گفتنی داری؟ خصوصا نسبت به برنامه و به کارا چه قرار است اتفاق بیفته در روزهای آینده؟ البته این بسیار یک موضوعی، چرا که ما در اون حد نیستیم که بخوایم کسی را نصیحت بکنیم یا برای کسی چیزی بکنیم، اما به عنوان کسی، به عنوان کسایی که هم نسل هستیم، به عنوان کسایی که برای یک آینده مشترک کار میکنیم، من فکر میکنم که بیایم به جای از این که وعده میدیم، به جای از این که سخن میگیم، به جای از این که کسی را بگوییم که ما هستیم، بیایم اونا را در صحنه عمل پیاده بکنیم، بیایم عملی بکنیم، بیشتر کار بکنیم، بیایم به جای از این که همزبانی میکنیم همدلی بکنیم، چرا که جامعه افغانستان پیش از هر زمان دیگر نیاز به همدلی و همزبانی داره و کار بکنیم همراه همدیگر. همین موضوعی را که نمیخوایم که موضوع سیاسی شود، افغانستان از دیدگاه من میول خیلی پیشرفت کرده است. چیزایی را که شما در صفحات اجتماعی میبینید واقعا قابل بحث است، قابل مکس است. آدم باید یک دفعه ببینن بگوین که بله افغانستان ثابت نیست. ببین برای همین افغانستان کار چه اگر دوستای ما چه در خارج است چه در داخل افغانستان است، قرار نیست که در داخل افغانستان باشی و کار بکنی، اگر خارج از افغانستان بودی با زیر کار نکنی. این یک چیزی است که ما میایم برای خود ما یک دیوار ذهنی جور می‌کنیم. حتی فراتر از افغانستان کار کنیم، هر چیزی را که حتی اگر میتونیم که چنین برنامه‌های را حتی با گرفتن یک عکسی که میتونه میان تمام اقوام افغانستان فضای همزیستی و همنوع‌دوستی را ایجاد بکنه، تو را از اون درک بکنیم، بیایم چنین فضا را برای جامعه بسازیم تا امیدوار باشیم در آینده. دقیقاً. و امیدوار هستیم ان شاء الله این همکاری باعث برزی شود که ما بتونیم خلق انرژی مثبت بکنیم در میان نسل جوان و در میان مردمی که حالا در افغانستان است چه بیرون از افغانستان است، خصوصا نسبت به دید و اندیشی که داریم نسبت به انسان‌ها. همه انسان‌ها با هم زندگی بکنن، مثبت زندگی بکنن، با انرژی زندگی بکنن و یک نوع انگیزه بگیرن برای تلاش، برای کار، برای همکاری. ان شاء الله یک دریچه خوبی باشه. من واقعا در اخیر بازم سپاسگزاری میکنم هادی جوان موفق از استرالیا
از اینکه با ما هستی، در تیم ما هستی و با ما همکاری میکنی. واقعا جای خوشحالی است و من مطمئن هستم که روز به روز نسبت به اهدافی که با هم ترسیم کردیم همه تیم ما و شما با هم میرسیم و به دست میاریم. و این کوکچه تنها از یک آدرس صفات اجتماعی نه که حالا آهسته آهسته مرحله به مرحله قدم‌های بزرگتر را خواهد گذاشت. امور رقمی که از نخستین روزی که تقریبا 1.5 ماه پیش آغاز کردیم گفتیم قدم‌های کوچک، گام‌های کوچک ولی با دورنمای بزرگ. دورنما مشخص است، بزرگ است و انشالله به این مسیر حرکت میکنیم و من خوشحال هستم از اینکه در این مسیر با ما هستی و همکار هستی. انشالله شانه به شانه با هم پیش میریم. جای افتخار است، جای افتخار است. میخوام در اخیر فقط یک موضوعی را بیان بکنم که برای کوکچه ما و شما بسیار خوب است و او است که ما نباید خیلی موضوع را باید خیلی متوجه باشیم، چرا که نشود که انتظارات مردم را از کوکچه خیلی بالا ببریم و بعد از اون پس دوباره یک نوعی روند سودی داشته باشیم. بسیار چیزی را که شما و چیزی را که همون شعار ماست بسیار آهسته و پیوسته دقیق با یک دورنما کار بکنیم دیگر موضوعات روز را و تصویر بکشونیم و امیدوار هستم که مورد پسند مردم افغانستان قرار بگیرن. دقیقاً موضوع بسیار خوب را اشاره کرد عادی جان. حالا قرار نیست ما بسیار وعده‌های بزرگ برای شما بتیم بیرون عزیز، ولی با حرفی که میزنیم تلاش بکنیم عمل بیشتر بکنیم و به می خاطر تلاش میکنیم برنامه خیلی خوب، جالب، متنوع را خدمت شما تقدیم بکنیم و این را فراموش نکنید که کوکچه با یک هدف خاص حالا صفحات اجتماعی یا یوتیوبی مسائل ساخته نشده. یک هدف بزرگ را دنبال میکنه و این مسیر ابتدایی یا گام‌های نخستش است که میجا پا گذاشته تا اینکه در میان مردم و در میان جوانان به خود جایگاه پیدا بکنه و خود مخاطب خلق بکنه و ایجاد بکنه و پیدا بکنه. آهسته آهسته به این مسیر پیش بره. ما بازم سپاسگزار هستیم مادی جان از اینکه وقت گذاشتی و فرصت گذاشتی. حالا چه خوب شد از یاد رست من بار اولم است که روی تصویر آمدیم و با دوستان معرفی میشم و بسیار خوشحال هستم که اردوی ما آمدیم معرفی شدیم و تشکری خاص میکنم سلامت از مصطفی جان که این فرصت مهیا کرد و آماده کرد. ان شاء الله ما و شما هستیم میبینیم با برنامه خوبتر در خدمت. ان شاء الله یک تشکری ویژه باز از مصطفی جان و یک تشکر عادی جان باز از همکار بخش تکنیک ما میکنم که واقعا خیلی زحمت میشه و یک تشکری ویژه از رئیس صاحب عزیزی ما میکنم که واقعا تلاش میکنم و چنین برنامه‌هایی را که میتونم فضای همکاری را جامعه افغانی وجود بدم تشکیل بدم. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. همچنان تشکر. وقت خوش و امیر در اخیر بگو ساعت چند است استرالیا؟ ساعت چند بجه است؟ فکر کنم در افغانستان ساعت 4:30 بجه است. 4:30 است. ساعت 10:38 شب است. بسیار تفاوت داریم. خیلی موفق باشید. فکر کنم وقت هم ناوقت شده با برنامه‌تان برسید. ان شاء الله ما و شما از لحاظ تیمی و از لحاظ کاری ما با هم می باشیم پیش بریم و همین رقم همین اندازه که با دوستا و با بیننده بودیم فکر کنم کفایت. تشکر بسیار زیاد. تشکر از اینکه وقت گذاشتید. تشکر. خب مصطفی جان تشکر از خودت. سلامت. تشکر از شما. زمینه را فراهم ساختید. زنده باشید. و در کنار بیننده‌های عزیز قرار گرفتیم. ما واقعا سپاسگزاری میکنم از تیم خوب مصطفی جان در کنارم است اینجا، کنارهای دیگر درویش جان از دکتر سبح الله است و این رقم عادی جان از استرالیا با خود داریم. تیم ما روز به روز در حالت بزرگ شدن و وسیع شدن است و ان شاء الله امور رقمی که ما وعده دادیم ما حرف کم میزنیم ولی عمل بیشتر میکنیم. گام‌های ما کوچک است ولی گام‌های بزرگ داریم. در خدمت شما قرار میگیریم. برنامه خیلی جالب را از کوکچه منتظر باشین. برنامه زیبا و دیدنی، فرهنگ‌های متنوع، مردمانی که حالا از کشورهای مختلف در یک جای جمع شده با هم. عادی جان استرالیا بر ما برنامه خیلی خوبی را ان شاء الله تقدیم ما خواهد کرد و شما میتونید نظریات خودتان، حرفای خودتان، نقد خودتان در این زمینه داشته باشین و ما بگیم و ما تلاش میکنیم که بر شما برنامه خیلی خوبی را تقدیم بکنیم و آماده بکنیم. مصطفی جان تشکر. زنده باشین استاد دانش عزیز. ما هستیم در بله عقب صحنه و همکاری میکنیم. تشکر که خودت است که بله تشکر. سلامت باشی استاد دانش عزیز. تشکر از عادی جان عزیز که وقت گذاشتین و با ما بودین و با بیننده‌های عزیز بودین. خب ما انشالله که در میدان عمل به شما خوبان نشان خواهیم داد که به گفته‌های ما به تک گفته‌های ما عمل خواهیم کرد. سپاس بازم از خود استاد دانش از عادی جان عزیز از همکارای بخش تکنیک ما و از تمامی شما بیننده های عزیز که تا آخرین دقایق بیننده ما بودین.
و قسم که استاد دانش گفت میشه که نظریاتتان را، نقدهایتان را، پیشنهاداتتان را در بخش کامنت با ما شریک بسازید. خب من از این بیشتر پرحرفی نمی کنم چون وقت برنامه هم تمام است. خداوند یار و مددگار همه شما و قسم که در اخیر هر برنامه میگم روز عالی، فردای بهتر داشته باشین. الله نگهدار. خداحافظ.